سلام بر همه رفقای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز منم بهتون یک بازی خیلی مهیج، عالی، جدید و امروزی طور اما آفلاین، اما مهیج و فکری و متمرکز اینا. این بازی حالتی توپ مانند داره که باید قل بخورید و موانع رو بذارید کنار و بعض موانع نخورید و بپرید و غیره و غیره و به مقصد برسید. بگم دیگه فهمیدید منظورم از این بازی چی هستش. خب دوستان، وارد بازی میشیم و من روی اپلیکیشنشم نشون دارم اوایل فیلم. خب ایشالا در ویدیوهای بعدی ما استریم این بازی، آموزش های بیشتر این بازی و غیره بازی. خب بازی رو روی خود صفحه آغاز میکنیم، چیز خاصی هم نداشت و میبینی که این برمان بیشتر لیول های 1 هستش و به صورت تمرینی هستش که برای کنترل اعصاب ببخشید برای کنترل اعصاب استرس خوبه و میتونه شما را سرگرم کنه. مثلا توی اتوبوسی هستی، متروی هستی، میتونه چنین بازیایی شما رو سرگرم کنه در اون مکان. امیدوارم از این لذت برده باشی. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.